درود بر شما عزیزان من از نزدیکی های لس آنجلس با شما لایو دارم صحبت میکنم. شاید باورتون نشه که در امریکا الان ما 36 ساعتی که برق نداریم به خاطر آتش سوزی و ببینید اینجا من با چراغ زنبوری نشستم و دارم برای شما لایو صحبت میکنم. از صبح به ما گفتن که هر آن ممکنه که آتش سوزی گسترش پیدا بکنه و ما منتظر هستیم که اگر که این اتفاق افتاد تخلیه کنیم و بریم. به هر حال هر جایی بری آسمون همین رنگه و من فهم کردم ایران ما بی برقی میکشیم، ولی اینجا هم هست، اینجا هم از این اتفاقا میفته و به هر حال در از چند ثانیه میبینی زندگی رفت رو هوا. برای همه عزیزانی هم که واقعا خونه هاشون از دست دادن توی آتش سوزی واقعا متاسفم و امیدوارم که هرچه زودتر به سر و سامان برسن.